نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را شاکریم از اینکه باز بر من و شما منت نهاد تا در برنامه دیگر همراه شما خوبان و سروران باشیم و آیات دیگر از سوره مبارکه عبس. سوره مبارکه عبس از جمله سوره‌هایی است که در مکه مکرمه نازل شده و مسماست به اولین کلمه‌ای که و اولین جمله‌ای که در این سوره مبارکه در آیه اول ذکر شده است. الله متعال در این سوره درس‌های اخلاقی عظیمی رو برای ما مطرح می‌فرماید، علاوه بر اینکه ما رو پند می‌دهد برای آمادگی روز قیامت. این سوره شأن نزولی دارد. الله متعال در آیه اول این سوره مبارکه به داستانی اشاره می‌فرماید که برای فهم حکایت این سوره بسیار مهم است. الله متعال در این سوره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولی، رو ترش کرد و چهره برتافت، چهره خود رو ترش کرد و اخم کرد و رو برگرداند. ان جاءه الاعمی، آن لحظه‌ای که آن شخص نابینا پیش او آمد. این دو آیه اشاره داره به داستانی. روزی رسول الله علیه السلام در جمعی از سران قریش و دانه درشتای قریش، کفار قریش نشسته بودند در مکه مکرمه نزدیکی های کعبه معظمه و اونها رو دعوت میدادن به اسلام و امیدوار بودن که اونها بپذیرن و قبول بکنن دعوت رسول الله علیه السلام رو. همزمان در همین زمان یک از صحابه‌ای که نابینا بود و ایمان آورده بود به نام عبدالله ابن مکتوم آمد و از دور نزدیک شد به جایی که رسول الله علیه السلام بود. گفته بودن رسول الله علیه السلام فلانجاست و نمیدید که رسول الله علیه السلام در چه شرایطی هستند و نشستن با اطرافیانشون کسانی که از قریش دونه درشت هایی به حساب می آمدن و اونها رو دعوت میدن. از دور طلب کرد از رسول الله علیه السلام که یا رسول الله به من یاد بده آنچه رو که الله متعال برای شما نازل فرموده است و چیز جدیدی برای من یاد بده. آمده بود تا یاد بگیره. رسول الله علیه السلام در این اثنا که مشغول صحبت بودن با اینها مقداری حالا از این برخورد و از این صحبت ناراحت شدند و به هر حال عبدالله از خود مسلمان ها بود و فرصت زیاد بود برای اینکه یاد بگیره و الان فرصت خوبی بود که این رهبران قریش رو رسول الله علیه السلام دعوت بده و شاید این فرصت دیگه تکرار نمیشد. به این خاطر رسول الله علیه السلام مقداری چهره خود رو در هم کشیدن و مقداری چهرهشون ترش شد و روی گرداندن و پاسخ ندادن به عبدالله ابن مکتوم. در اینجا بود که الله متعال آیاتی رو نازل فرمود در دفاع از این شخصیتی که الله متعال رو دوست داشت و الله متعال از او حمایت کرد با این آیاتی که عتاب میکرد رسول الله علیه
و السلام رو فرمود عبس و تولی، رو ترش کرد و روی گردان شد. ان جاءه الاعمى، آن لحظه‌ای که آن شخص نابینا به پیش او آمد. رسول الله علیه السلام عتاب شد، اما الله متعال نام رسول الله علیه السلام رو نگرفت، حتی خطاب هم نکرد مستقیم. الله متعال انقدر پیامبرش رو دوست داشت که نفرمود رو ترش کردی و چهرت رو برگردوندی، فرمود رو ترش کرد و چهره برگرداند. خطاب الله متعال به صورت غایب استفاده شد، نه اسمی از رسول الله علیه السلام گرفته شد، نه اشاره‌ای به ایشان شد، به صورت غیر مستقیم اشاره شد. ان جاءه الاعمى، اون لحظه‌ای که آمد اون انسان نابینا. الله متعال اینجا درس عجیبی داد به ما. این انسان عبدالله ابن ام مکتوم ندید اخم رسول الله رو. این شخص نابینا بود، این انسان نابینا اخم رسول الله علیه السلام رو ندید، اما الله متعال این اخم رو دید و به تصویر کشید و بیان کرد که ای عبدالله، وقتی تو رفتی پیامبر اخم کرد و رو برگردون. این اخم کردن و روی برگردوندن رو عبدالله ندید، اما الله متعال دید و این رو برای رسولش فرستاد و ملامت کرد تا درسی باشه برای من و تو، که حتی چهره خودت رو در مقابل انسانی که تو رو نمیبینه هم حق نداری که تلخ بکنی و اخم بکنی. چو وانه میکنی گرهی، خود گره مباش. ابرو گشاده دار گر دستت گشاده نیست. وقتی که ما به خاطر ترش کردن چهره و اخم کردن در برابر یک نابینا پیامبر این امت ملامت میشه، ما و شما اگر در برابر یک چهره مؤمنی مسلمانی اخم بکنیم، چه احساسی است، چه شرایطی خواهد داشت؟ و وقتی که بد بگیم، وقتی توهین بکنیم، چه حکایتی اتفاق میفته؟ اگر دست بالا بکنیم و ظلم و ستم بکنیم، چه گناهی متوجه من و تو است؟ الله متعال پیامبرش رو عتاب کرد به خاطر یک برخورد در برابر یک نابینا. آیا من و تو مسئول و مدیر اجازه میدیم تا کسی من و تو رو عتاب بکنه، ملامت بکنه؟ این درس هاست در این آیه که در برخوردمون، در رفتارمون با دیگران باید مواظب باشیم. باید اجازه بدیم ما رو نقد بکنن، باید اجازه بدیم که از ما انتقاد بشه و همیشه با گشاده رویی قبول بکنیم. ان جاءه الاعمى، وقتی که آمد، حرکت کرد. این نابینا بودن سبب نشد تا کوتاه بیاد از اون خواسته خود و بشینه داخل خونه و بگه خب چون من توانایی ندارم پس نمیرم دنبالش. الله متعال میفهمه جاءه، آمد، حرکت کرد و این حرکت رو الله متعال تمجید کرد، حرکت این انسان نابینا رو. و ما یدریک لعله یزکی، و تو چه میدانی ای پیامبر من، تویی که عبدالله نابینا پیش تو آمد و رو گرداندی، شاید او بشنوه صدای تو رو و کلام تو رو و پند بگیره و خودش رو پاک بکنه. او یذکر فتنفعه الذکری، شاید او پاک بشه یا پند بپذیرد و این پند پذیرفتن برای او سودمند باشد. اما من استغنی، اما اون کسانی که احساس بی‌نیازی میکنن از دعوت تو، این کسانی که از سران کفر و شرکن و ظالمین، فانت له تصدی، تو در پی اونها هستی. و ما علیک الا یزکی، اگه اینا ایمان هم نیارن چه ضرری به تو میرسونه ای پیامبر من؟ چی از تو کم میشه؟ ولی اینکه اینا همه ایمان نیارن، بگذار نیارن. و ما علیک الا البلاغ، وظیفه تو فقط گفتن است. خیلی جاها ما ناراحت میشیم که چرا فلانی حق رو قبول نمیکنه، نکنه. و ما علیک الا البلاغ لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت به دست من و تو نیست، هدایت به دست الله متعال است و هر کسی رو که بخواد هدایت خواهد کرد. و ما علیک الا یزکی، ملامتی بر تو نیست اگر اینها نپذیرن و قبول نکنن، این ظالمین، این متکبران. و اما من جاءک یسعی، اما اون کسی که آمد پیش تو و تلاش کرد پیش تو آمد، و هو یخشی، او در حالی که میترسه از الله متعال. کسی که میترسه از الله متعال
تلاش میکنه در راه کسب رضایت الله متعال. کسی که میترسه از عذاب الهی، از گرفت الهی، از قبر، از مرگ و زنده شدن دوباره بعد از مرگ و قبر و حساب کتاب قیامت، اون حرکت میکنه. و اما من جاءک یسعی و هو یخشی، یسعی و هو یخشی، چون میترسید تلاش میکرد. انسان تا نترسه از الله متعال تلاش نمیکنه. عبدالله از اون افراد بود. من جاءک یسعی و هو یخشی، میترسید از عذاب الهی و به سمت تو تلاش میکرد. فانت عنه تلهی، تو از او به دیگری مشغول شدی، تو مشغول شدی به دیگری از او. سرگرم کردن تو رو دیگران در برابر کسی که خداجوست، خدا ترس است. در دعوت نباید پیش دعوتگران این موضوع تفاوتی داشته باشه که این فقیر است، این ثروتمنده، این بزرگ قومه، اون چوپان قومه، این بی سواده، اون عالمه و تحصیل کرده است، این مرد و اون زن، این کوچیکه و یا اون بزرگه. همه رو باید به یک چشم دید. نباید فرق بکنه برای دعوتگر. برای همه باید تلاش کرد، برای همه باید وقت گذاشت و شاید او بپذیره و قبول بکنه. فانت عنه تلهی، تو از او رو گردان شده ای. انسان باید همیشه پند بده. ما نمیدونیم که او چگونه انسانی است. و ما یدریک لعله یزکی، تو چه میدانی شاید که او دوباره تزکیه شود. این جمله به من و شما میفهماند که و ما یدریک لعله یزکی، تو چه میدانی شاید او پاک گردد و تزکیه کند. از تصمیم گیری و حکم کردن درباره کسانی که اونها رو میبینیم در حال گناه باید پرهیز بکنیم. اگر شخص رو دیدی که گناه میکنه، اگر دیدی که معصیت میکنه، ولو علنا، ولو که دیدی و با چشم خودت دیدی گناه رو، حق نداری دربارش بدبین باشی. و ما یدریک لعله یزکی، تو چه میدانی شاید رفته و توبه کرده، شاید در خلوت خودش با خدای خودش نجوایی داشته، خلوتی داشته، پشیمانی داشته و الله متعال همه گناهان او رو بخشیده. درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، درباره دیگران قاضی نشیم و حاکم نباشیم، درباره اونها حکم نکنیم. بین اونها و بین الله متعال نمیدانیم که چه میگذرد. اگر کسی رو دیدید که گناهی انجام میده، حق نداریم درباره او پیش خودمون حکم کنیم که انسان بدیه، حتما به دوزخ خواهد رفت. این رو الله تعالی نمیبخشه. انسان در اون حیطه رابطه خود باید احتیاط بکنه، بله، اما ما مأمور حکم کردن بر دیگران، قضاوت کردن در برابر دیگران، درباره دیگران نیستیم. درباره گناهانی که انجام دادن نمیدونیم که توبه کرده یا نکرده. شاید توبه کرده و الله تعالی او رو بخشیده. شاید گناهی رو ما از کسی میبینیم 10 ثواب و خوبی داره که ما اونها رو ندیدیم و نمیبینیم. درباره دیگران قضاوت نکنیم، درباره دیگران حکم نکنیم، درباره دیگران قاضی نباشیم. و ما یدریک لعله یزکی، آن کسی که آمد پیش تو و تلاش میکرد و از الله متعال میترسی، تو از روی گردان شدی. کلا انها تذکره، هرگز این گونه نیست. اون کسانی که قبول نمیکنن دعوت تو رو و میگن این کتاب از جانب الله متعال نیست، هرگز این گونه نیست که اونها میگن انها تذکره، این آیات پندی است برای کسانی که بپذیرن. فمن شاء ذکره، هر کسی که میخواد یاد بکنه این آیات رو و قبول بکنه. فی صحف مکرمه، در صفحاتی، در لوحهایی بسیار مکرم و گرامی و ارجمند نوشته شده است. مرفوعت مطهره، اون نوشته هایی که لوح محفوظی که الله متعال دارد، اون نوشته هایی که این آیات در اون نوشته می شود بسیار والا مقام هستند، بسیار پاک و پاکیزه هستند، به دست شیاطین نمی افتند، پاکن از هر گونه تحریف و دسترسی شیاطین و انسانهای شیطان صفت. اینها تحریف نمیشن، والا مقامن. فی صحف مکرمه، آنچه که در روی او آیات قرآن کریم نوشته می شود، این صفحات مکرمن، مورد اکرامن، گرامی هستند، اینها قدر دارن. مرفوعت مطهره، اینها والا مقام هستند. مناسب نیست که صفحه‌ای که آیات قرآن روی او نوشته شده مورد بی احترامی قرار بگیره. مصحف که قرآن کریم است
کتابی که در او آیات قرآن نوشته شده، خود مصحف شریف مناسب نیست که روی زمین گذاشته بشه، مناسب نیست در جای ناپاکی گذاشته بشه، مناسب نیست انسان وقتی که وضو نداره و ناپاکی به او دست بزنه، حتی به آیات قرآن ولو اینکه در کتاب دیگری نوشته شده باشه. اینها مکرمن، اینها الله متعال میفرماید که این صفحاتی که قرآن در اون نوشته میشه ارج دارد و مقام دارد و رتبه دارد. به ایدی سفره، اینها به دست ملائکه از الله متعال هستند و سفیرانی که کرام برره، گرامی هستند و بسیار نیکوکار هستند. اینها انسان‌های، اینها موجوداتی هستند، ملائکه‌ای هستند والا مقام، ملائکه‌ای که با قرآن کریم در ارتباطن. الله متعال اونها رو کرام برره می‌نامد. اینها نیکوکارند، اینها ارجمند و گرامی هستند. هر کسی که با قرآن ارتباط پیدا می‌کنه ارزش پیدا می‌کنه. اون ملائکه‌ای که با قرآن ارتباط دارن ارزششون بیشتر از بقیه ملائکه است. از بین ملائکه وحی جبرائیل امین علیه السلام بالاتر از دیگران است. از بین روزها و شبها اون روز و شبی که با قرآن مرتبط است گرامی تر است. شب قدر که قرآن در اون نازل شد و روزهای رمضان، ماهی که در اون قرآن نازل شد، این گرامی تر از دیگران است. پیامبری که قرآن برای ایشان نازل شد گرامی تر از دیگر پیامبران و امتی که قرآن بر آنها نازل شد گرامی تر از دیگر امتها. و همچنین اون انسانی که قرآن رو حفظ میکنه، هر کسی با قرآن ارتباط داره، قرآن رو یاد میگیره، میخونه، عمل میکنه، این از دیگران گرامی تره. قتل الانسان ما اکفره، کشته باد و نابود باد و نفرین بر انسانهای ناسپاس. چقدر انسانها ناسپاسن و ناشکرن. من ای شیء خلقه، اینها فراموش کردن که از چی خلق شدن. چرا در برابر این کتاب سر تسلیم فرود نمیارن؟ آیا فراموش کردن اصلشون رو؟ آیا قیامت رو منکرن و فکر میکنن قیامتی نیست؟ آیا اینها فراموش کردن که از چی خلق شدن؟ من نطفه، از یک نطفه الله تعالی اونها رو خلق کرد. خلقه فقدره، اون رو خلق کرد از نطفه و به او شکل داد و او رو مرتب کرد. ثم السبیل یسره، وقتی که او رو شکل داد و به بهترین شکل خلق کرد، راه هدایت از ضلالت و گمراهی رو به او نشون داد. ثم اماته فاقبره، بعد او رو میراند و مرگ میدهد و او رو در قبر داخل میکنه. این سه آیه خلاصه زندگی انسانه. من نطفه خلقه فقدره، انسان از نطفه خلق میشه و الله متعال او رو خلق میکنه و شکل میده، راه بد و خوب رو بهش نشان میده، خودش راه رو انتخاب میکنه هر طرف که خواست بره. ثم اماته فاقبره، بعد مرگ به سراغش میاد و قبر او رو در داخل خودش نگه میداره. این فیلم زندگی انسانه در سه جمله. از نطفه به وجود اومد در این دنیا، بعد در این دنیا چند صباحی زندگی میکنه، میمیره و میره داخل قبر. ثم اذا شاء انشره، اون دنیا هر وقت که الله تعالی بخواد دوباره او را از قبر خارج خواهد کرد و دوباره او رو حشر و نشر میکنه. کلا لما یقضی ما امره، هرگز این گونه نیست که اینها فکر میکنن که انسانها در برابر الله متعال توانستن که آنگونه‌ای که حق الهی است رو اجرا بکنن، ادا بکنن، او رو عبادت بکنن. کلا لما یقضی ما امره، هرگز انسانها آنچه که الله تعالی به اونها دستور داده نتوانستن که اجرا بکنن و عمل بکنن. فلینظر الانسان الی طعامه، این انسان ناسپاس اگر یک نگاهی بیاندازه به طعامی که میخوره، غذایی که میخوره، انا سببنا الماء صبا، که چگونه من اون آبی که این غذا از اون به وجود آمد از ابتدا، از آسمان به فراوانی این رو نازل کردم. ثم شققنا الارض شقا، و بعد از اون زمین رو من اینجور شکافتم تا از داخل این زمین من الله با عظمت برای شما آنچه نیاز دارید رو خارج بکنم. فانبتنا فیها، من در این زمین رویانیدم حبا، دانه هایی رو، دانه های گندم، دانه های جو، دانه های برنج، نخود، لوبیا و عدس و دانه های مختلف دیگری که شما همه اینها رو از داخل زمین الله متعال خارج میکنه. و عنبا و قضبا، من برای شما انگور آفریدم، انگور رو خارج کردم و درست کردم از داخل شکم این زمین، برای شما درختان انگور درست کردم. و قضبا، برای شما سبزی ها به وجود آوردم. و زیتونا و نخلا، و زیتون، الله متعال نام های
انگور، زیتون و نخل و خرما رو ذکر می‌فرماید در آیات فراوانی از قرآن کریم و این اشاره به اهمیت این میوه ها داره و اینکه چه منابع غنی و مهم غذایی در وجود این میوه هاست. زیتون، خرما و همچنین انگور که الله متعال اینها رو در آیات مختلفی ذکر می‌فرماید و حدائق غلبا و باغ‌های پر از درخت دیگری غیر از این میوه هایی که ذکر شد و فاکهة و ابا و میوه های فراوان دیگری که شما میخورید و همچنین علوفه و علف های هرزی رو تا برای شما متاع لکم و لانعامکم، تا هم برای خود شما و هم برای حیوانات و چارپایانی که دارید اینها بهره‌ای باشه، کالایی باشه، متاعی باشه که استفاده بکنید. فاذا جاءت الصاخه، اینها رو فراموش نکنید. الله متعال از من و شما میخواد که تفکر بکنیم، ببینیم که چطور الله متعال اینها رو خلق کرده. خلقت آسمان ها و زمین خلقت عجیبی است. الله متعال چطور اینها رو به وجود آورد، چطور اینها از زمین رشد میکنن، چطور اینها بزرگ میشن و چطور میوه میدن. یک زمین، یک آب، یک هوا، اما اینها میوه هاشون با هم فرق میکنه، اینها محصولاتشون با هم فرق میکنه، اینها رنگ ها و بوهاشون با هم فرق میکنه و الله متعال اینها رو برای ما قرار داده. و اگر یک سال دانه ها از زمین خارج نشن یا 2 سال توالی پشت سر هم، اون موقع جان انسان ها و موجودات زنده در روی زمین به خطر خواهد افتاد. این قدرت الله متعال است. الله متعال میفرماید اینها رو در نظر داشته باشید. فاذا جاءت الصاخه، آن روزی که صدای بزرگ و اون فریاد عظیم فرا خواهد رسید و خواهد آمد. یوم یفر المرء من اخیه، روز قیامت. این آیه اشاره داره به فریاد دوم و سور دوم، وقتی که سور دوم دمیده میشه و انسان‌ها از قبرها خارج میشن. اون روزی که من و تو از قبرها خارج میشیم. یوم یفر المرء من اخیه، اون روزی که انسان فرار میکنه از دست برادر خودش و امه و ابیه و از دست همچنین مادرش و از دست پدرش و صاحبته و بنی و همچنین فرار میکنه انسان از دست همسر خودش و از دست فرزند خودش. اون روز روزیه که روز عجیبی است از شدت سختی و مشکلات و مصیبت ها. الله متعال میفرماید اون روز انسان ها چنان در حیرت و بهت فرو رفتن، یک حالت عجیب به اونها دست داده. انسان از برادرش فرار میکنه. برادر انسان در سخت ترین شرایط همراه انسان هست، اما اون روز برادر از برادر فرار میکنه و میگریزد. و امه و ابیه، انسان از مادرش فرار میکنه و از پدرش فرار میکنه. بلکه عجیبتر و صاحبته و بنی، از همسری که صاحبه او بوده، دوست عزیز او در دنیا بوده، همسری که او رو بسیار دوست داشته و خیلی عاشق او بوده و در زندگی با هم زندگی میکردن. و بنی، و همچنین فرزندش، فرزندی که انسان به خاطر او هر کاری میکنه، اون روز از دست اینها فرار میکنه. چرا؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، به خاطری که اون روز برای هر انسان چنان مشغله‌ای وجود داره، چنان غرق در کارهای خودش هست و مشغله های خودش هست و غم و غصه پرونده خودش که او رو مشغول کرده و او رو غافل ساخته و دیگه فرصتی پیدا نمی‌کنه تا به پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و فرزند خودش برسه. یوم یفر المرء من اخیه، این رو بارها و بارها باید تکرار کرد. اون احساس عجیب رو ما، عزیزترین افراد زندگی ما کسانی هستند که در این آیه ذکر شده: خواهر و برادر، پدر و مادر، همسر و فرزند. از این عزیزتر انسان نداره در زندگیش. وقتی که پدری از انسان فوت میکنه، یا مادر و یا خواهر و برادر و همسر و فرزند، چقدر ناراحت میشه و چقدر اشک میریزه و گریه میکنه و آرزوی دیدار دوباره اون رو داره و سالها طول میکشه تا دوباره از قبر خارج بشه. شاید هزاران سال طول میکشه تا ما دوباره از قبر خارج بشیم و این فرصت رو پیدا کنیم تا دوباره عزیزانی رو که از دست دادیم ببینیم. اما اون روز با وجود این که اونها رو میبینیم، یبصرونهم، به ما نشان داده میشه که این پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند هست. بعد از این مدت طولانی، بعد از این که ما هزاران سال منتظر بودیم تا دوباره اونها رو ببینیم، اما در اون روز وقتی که میبینیم فرار میکنیم. چرا این روز انقدر سخته؟
چون اون روز حساب و کتابه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی چنان مشغول خودش هست که دیگه فرصت پیدا نمیکنه به دیگری. وجوه یومئذ مسفره. اون روز چهره‌های شادمانند. این سوره رو الله متعال با عبسه و تولا شروع کرد. وصف حال چهره‌ای. عبسه ترش‌رویی وصف حال چهره بود. در پایان هم با وصف حال چهره انسان‌ها در قیامت به پایان میرساند تا به من و شما درسی باشه که مواظب حرکات و رفتار خود باش. در این دنیا چهره خودت رو باز نگه دار و شادی بکن نسبت به هم نوعان خودت و خوشحالی بکن و کسی رو ناراحت نکن تا روز قیامت ناراحت نباشی. شاد بکن چهره یتیمان، مساکین، فقرا، نیازمندان رو تا شاد بشه چهره تو. بخندان اونها رو تا بخندی روز قیامت. اونها رو خوشحال بکن تا تو هم خوشحال بشی. وجوه یومئذ مسفره. روز قیامت چهره هایی هستند که تابانند، می درخشند، بسیار روشنند. ضاحکة مستبشره. و بسیار خندانند و شادمانند. چهره های تابان، خندان و شادمان، اینها چهره های مؤمنین است. چهره های اون کسانی که در این دنیا چهره دیگران رو شادمان کردند، چهره دیگران رو خندان کردند و چهره دیگران رو تابان کردند. با کمکی به اونها کردن، مشکلی رو از اونها حل کردن، اونها رو به راه راست هدایت کردن، از اونها درگذشتن، خوشحالی رو به دیگران عنایت کردن. به همین خاطر الله متعال میفهمد، الله متعال به اینها خوشحالی عنایت میکنه، چهره اینها رو شاد میکنه، خندان میکنه، تابان میکنه، چون اینها چهره دیگران رو شاد کردن، خندان کردن و تابان کردن. در مقابل وجوه یومئذ علیها غبره. چهره هایی هستند که بر اونها غبار غم نشسته است، ناراحتی و اندوه اونها رو فرا گرفته، ظلمت و مصیبت. اینو همون کسانی هستند که چهره انسانهای مظلوم رو ناراحت میکردن، غمگین میکردن، چهره دیگران رو سیاه میکردن، از شدت خشم و ناراحتی به دیگران ظلم میکردن، ستم میکردن، حق دیگران رو رعایت نمیکردن، به جان دیگران، مال دیگران، آبروی دیگران، شرف و ناموس دیگران دست دراز میکردن. وجوه یومئذ علیها غبره. بر چهره اونها آن روز غبار است، غم است، اندوه است. ترهقها قتره. سیاهی تمام وجود چهره اونها رو فرا گرفته است. سیاهی گناه، سیاهی ذلت و خواری، سیاهی عذاب پیش روی اونها. اولئک هم الکفرة الفجره. اینها همون کافران فاجر و ظالم و فاسق و گناه پیشه هستند که روز قیامت الله متعال اونها رو به سخت‌ترین و شدیدترین عذابها گرفتار خواهد کرد. الله متعال ما شما رو نجات بده از عذاب‌هایی که پیش روی ماست و سختی‌ها و مصیبت‌هایی که پیش رو داریم که از این گروه نباشیم، از این گروه آخر. الله متعال همین ما شما رو از گروهی بگرداند که وجوه یومئذ، چهره‌های ما رو آن روز مسفره، ضاحکه و مستبشره بگردانند که تابان باشه و خندان باشه و شادمان باشه و این کار بر الله متعال آسان خواهد بود. از اینکه تا این لحظه برنامه خود رو یاری کردید از شما نهایت سپاس رو دارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني